هست که بچه‌ها از دستورهایمان اطاعت کنند. یک معلم هم برای رسیدن به چنین هدفی باید کمی خشونت به خرج بدهد. اگر دانش آموزان به حرف من گوش ندهند، آنها را تنبیه می‌کنم. چطوری؟ خب معلوم است، با چند ضربه شلاق. آنی حیرت زده فریاد زد: نه جین، تو چنین کاری نمی‌کنی. تو نمی‌توانی. جین قاطعانه گفت: اگر لازم باشد البته که می‌توانم. آنی به قاطعیتی مشابه او گفت: من هرگز نمی‌توانم بچه‌ای را کتک بزنم. این کار بیفایده است. خانم استیسی هرگز ما را کتک نمی‌زد، ولی همه از او اطاعت می‌کردند. در حالی که آقای فیلیپس همیشه شلاق به دست بود و هیچ کس هم به حرفش گوش نمی‌داد. نه، اگر مجبور باشم برای ادامه کارم کسی را کتک بزنم، ترجیح می‌دهم تدریس را کنار بگذارم. راه‌های بهتری هم برای کنترل کردن کلاس وجود دارد. من اول محبت دانش آموزانم را جلب می‌کنم، بعد آنها به میل خودشان هر چه بگویم انجام می‌دهند. اینها بخش‌هایی کوتاه بود از کتاب آنی شرلی در اوندی، کتاب دوم نوشته ال.ام مونتگومری و ترجمه سارا قدیانی که مربوط به انتشارات قدیانی هستش. امیدوارم اگر تصمیم گرفتید این کتاب رو بخونید ازش لذت ببرید. عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگانی که قرار هست برنامه ما رو مشاهده بکنن. ما یک سری سلسله مصاحبه ها رو قرار هستش از طرف گروه هنر و مدرسه داشته باشیم. گروهی که به تازگی سعی کردیم اون رو ایجاد بکنیم و تنوع خاصی هم در کار داشته باشیم. اولین قسمت مصاحبه‌مون قرار هستش که با جناب آقای باسری، استاد عزیز و گرامی باشه که خیلی خیلی خوشحالیم میتونیم دقایقی در خدمتشون باشیم و البته مزاحم کلاسشون هم شدیم. در حال حاضر کلاسی داشتن که ما متأسفانه اون رو مختل کردیم به نوعی. ایشون این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. آقای باسری اعلام کنید سلام علیکی با بینندگان داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم من در خدمتتون باشم. تجربه جالبیه، خوشم اومد. خیلی فکر نوین و جالبی از هنر و مدرسه اسمش مشخصه. امیدوارم که ادامه و تداوم داشته باشه و اون چیزی و هدفی که در نظر گرفتید به نتیجه و سرانجام برسیم. خیلی متشکرم، ممنون، زنده باشید. من اول از همه شروع بکنم با یک سوالی که به نوعی شاید سیری از زندگی هست. در واقع خواستم بپرسم که شما اگر بخواید یک زندگی نامه‌ای رو حالا به شیوه شخصی خودتون بدون هیچ چارچوب خاصی و به هر سبکی و هر خلاقیتی که مد نظر دارید برای ما تعریف بکنید، این چطور خواهد بود؟ از زندگی خودم؟ بله، خیلی شخصی هم ابتدا. البته ما معلم که زندگی خیلی هیجانی آنچنانی که نداشتیم دیگه، اکثر وقتمون تو این 4 دیواری کلاس گذاشتیم. منتها بخوام یعنی جزئیات زندگی خودم بگم دیگه، انگار یک سیر کلی میخوایم مثلا از حالا نمیدونم ابتدای تولد ادامهش داشته باشیم. من متولد تبریزم. بسیار. شهر تبریز متولد شدم، اونجا هم درس خوندم، خیابان ابوریحان تبریز زندگی میکردیم، خیابان پاستور دبستان ابتدایی ما بود، تا 5 ابتدایی درس خوندیم. بعد وارد دوره راهنمایی شدم که در مدرسه راهنمایی شهدا من درس خوندم 3 سال تا رفتیم دوره دبیرستان. دوره دبیرستان تبریز اون موقع دبیرستان خیلی معروفی داشت با درخت‌های تبریزی سربرافراشته. من خیلی دوست داشتم تو اون مدرسه درس بخونم به اسم دبیرستان فردوسی که الان اسمش یه کوچولو تغییر دادن شده دبیرستان ماندگار فردوسی. در درست مرکزی ترین نقطه
شهر تبریز بود. من خیلی دوست داشتم تو اون درس بکنم، جو داشت بزرگم اونجا درس میخوند. ما رفتیم به ثبت نام کنیم، گفتن تازگی ها طرف شما یه مدرسه افتاد شده اسمش بود به نام معلم، باید برید اونجا. ما هم دیگه بلد نبودیم که میشه رفت اصرار کرد یا مثلا یک به قول خودمانی‌تر و امروزی‌تر پارتی درست کرد و فلان. رفتیم تو اون مدرسه معلم ثبت نام کردیم و بعد یه سری اتفاقاتی این وسط افتاد، از جمله زمان جنگ بود، آغاز دوران دفاع مقدس بود. ما 2 سال بیشتر تو اون دبیرستان معلم نتونستیم درس بخونیم. حالا مشکلاتی خانوادگی پیش اومد. البته اینو خدمتتون بگم قبلش که من 1-2 بار بازدید رفتیم، مثلا درس فیزیک اون دانشگاه تبریز، بعد اونجا یه رصدخونه‌ای که الان هست، شما از کنار دانشگاه تبریز بالای تپه رصدخانه دانشگاه تبریز می‌بینید. ما رو بردن برای بازدید اونجا. من یکی از آرزوهای زندگیم که بهش نرسیدم و مطمئنا دیگر بهش نخواهم رسید، تحصیل در دانشگاه تبریز بود. علت اینکه اون فضا رو 2-3 بار زمانی که دانش آموز بودم رفتم دیدم، خیلی دوست داشتم که در شهر خودم بمونم و از شود که اونجا تحصیل ادامه بدم و دانشگاه تبریز درس بخونم. ولی خب حالا قسمت این بود یا هر موضوع دیگری، ما سال دوم دبیرستان که تمام شد، همین 2 سال از دوران تحصیل مونده بود، ما به ناچار و به اجبار کوچ کردیم به کرمانشاه. کرمانشاه اون موقع یه جای جنگی بود دیگه، نزدیک مرز بود و من یادم میاد که اون دوران همیشه چون 3 تا وضعیت داشتیم، حالا جوان‌ترها شاید ندونن، ما 3 تا وضعیت داشتیم، وضعیت قرمز بود و وضعیت زرد و وضعیت سفید. وضعیت قرمز یعنی همین الان حمله صورت خواهد گرفت، وضعیت سفید یعنی هیچ حمله در کار نیست، وضعیت زرد یعنی هر آن امکان حمله دشمن هست. که کرمانشاه همیشه تو 8 سال دفاع مقدس همیشه وضعیت زرد و ما از بعد حادثه رفتیم تو قلب جنگ. هنوز 3-4 ماهی از تحصیل ما نگذشته بود توی کرمانشاه. حالا اسم دبیرستان کرمانشاه یادم نمیاد، دبیرستان کزازی بود، یه کوچولو بالاتر از چهارراه اجاق بود. هنوز 2-3 ماهی چند ماهی از تحصیل ما اونجا تو کرمانشاه نگذشته بود که روز جمعه‌ای بود، 5 غروب هواپیمایی را حمله کردن و به شدت شهر کرمانشاه رو بمباران کردن. از جمله جایی که زدن پالایشگاه کرمانشاه که در حقیقت قشنگ یادمه، تقریبا میتونم بگم 1 هفته، بیشتر از 1 هفته این پالایشگاه میسوخت، نمیتونستن خاموشش کنن، دود سیاهی کلش فضای شهر رو گرفته بود و اون حالتی که میگن خاک شهر با خاک یکسان شد، دقیقا همون اتفاق افتاد. یعنی من شبش چون اخبار رو گوش کردم، نزدیک 70 فروند هواپیمای عراقی همزمان یه شهر نازنین و کوچولویی به نام کرمانشاه که من خاطرات خیلی خوشی از اون شهر دارم و چند ماهی اونجا زندگی کردم، بالاخره این اتفاق افتاد و ما 10 روز بدون آب و غذا و اینا تو اون شهر موندیم. دیدیم دیگه نمیشه زندگی کرد و مدرسه‌ام دیگه تعطیل شده بود. من خودم یه جورایی میگم چون دانشگاه تبریز عاشق درس خوندن، خیلی دوست داشتم تو درس پیشرفت کنم. ما دیگه دوباره به ناچار و به اجبار از کرمانشاه اومدیم تهران. دیگه چاره‌ای نبود، اون خونه تبریزمون رو فروخته بودیم، فعلا خونه‌ای نداشتیم، اومدیم کرمانشاه و ضمناً تمام وسایلمون در کرمانشاه از بین رفت به خاطر باستون اصلا بمباران. اومدیم تهران و حالا خونه یک از اقوام ما ساکن شدیم، ولی هنوز چون پرونده و اینا نداشتم تو کرمانشاه مونده بود، ما هنوز مدرسه نمیتونستیم بریم. یه چیز از اون روزی که بمباران صورت گرفت تا من مثلا فرض برم که دوباره برم در تهران مصرف‌نامه، یه چیزی در 2 ماه گذشت و اون 2 ماه شاید یک از بدترین دوران زندگی من بود. برخلاف اون چیزی که آدم از دانش آموزای خودش می‌بینه که خیلی دوست دارم مدرسه مثلا تعطیل بشه فلان، من چون
اون دوران یادم میاد، میبینم یکی از بدترین چیزا اینه که همسن سالای شما مدرسه برن و شما مخصوصاً اون عواملی باز که دست خودت نبوده و شما نبودید مدرسه برید و این برای من خیلی تأسف انگیز الان هر وقت یادم میفته احساس ناراحتی میکنم. خلاصه بعد از اینکه یه خورده اون وضع اوضاع آروم شد، ما رفتیم پرونده رو از کرمانشاه گرفتیم آوردیم تهران و ادامه تحصیلم در تهران صورت گرفت. ولی اون 2-3 ماه وقفه‌ای که بین تحصیلات من افتاد، من دانش آموز رنگ رو تبدیل کرد به یک دانش آموز شاید متوسط رو به پایین. خلاصه من تهران دگرگونی که اصلا مثبت نبود، خیلی بالاخره خونه رو از دست داده بودیم، وسایل خونه رو از دست داده بودیم، اجباری شده بود، تو خونه فامیل زندگی میکردیم، اون حس راحتی که باید داشتن رو نداشتن، بالاخره یه جورایی سربار دیگران شده بودیم و این منو اذیت میکرد. خلاصه اون 2 سال به هر نحوی گذشت و ما کنکور شرکت کردیم و کنکور که وقتی شرکت کردیم رشته‌های به قول خودمان رشته‌های خیلی بهتری هم شاید مثلا میتونستم شاید قبول بشم، ولی یه حسی بود که من حتما باید یه جایی برم که دیگه چون وقتم خیلی طلب شده بود و باید یه جایی برم که از اول استخدام بشم و مشکل نداره. بهترین جا رو با این که آدمی عرض میکنم رشته خیلی بهتری هم قبول شده بود، رشته شیمی، مهندسی صنایع فلان، در اون عالمی که اون همه بلا سر اومد حالا تونستیم خلاصه گیریم خودمون از آب بگیریم، درس خوب بدونیم. باز من رشته ریاضی دبیری، ریاضی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم، رفتیم دانشگاه ثبت کردیم، دانشکده ریاضیات و هر اساتید خیلی برجسته، استاد دکتر فخرالدین شیرازی، گل سرسبدشون استاد دکتر مهدی بهزاد که پدر علم گراف در ایران هستن و افراد بسیار بزرگ دیگه، مرحوم دکتر افخمی استاد احتمال ما بود. خلاصه در اون دانشگاه فضایی ایجاد شد که ما دوباره به حالا برگشتیم به اون دوران سالون، یاد درس خوندن شدیم و درس خوندیم و اون مشکلات تموم شد. اما بدون دلایلی که عرض کردم آخر جنگ بود دیگه، شد آخر جنگ یه خورده امکانات و اینا مثلا کم بود و اینا، خلاصه ما هم دوست داشتیم سریع وارد بازار کار بشیم، خیلی با جدیت به این گزینه ادامه تحصیل فکر نکردم و سریع وارد بازار شد. در حقیقت ما که استخدام شده بودیم، استخدام رو باز کار تدریس شدیم و من حالا قانون استخدام اون موقع بود، این قانون الان نیست. قانون استخدام اون موقع این بود که اگر بخواهید در شهر تهران بمانید، که البته بهتر بگم استان تهران و اون موقع کرج هم جزء استان شهرستان استان تهران بود، قانون اون موقع این بود که 2 سال باید برید مناطق محروم. بعد این تیکه رو دقیقا یادم هست برای ما گفته. بله دقیقا چون جزء دیگه از خاطراته، نمیدونم حالا بگم خوب بگم خیلی با ارزش، نمیدونم حالا هرچی باید اسمش بذاریم. خلاصه من 2 سال رفتم منطقه محروم. این قسمتش دیگه دست خودمون بود که از بین 5 تا استان محروم اون موقع کشور یک انتخاب کنیم. من خیلی از بچگی دوست داشتم، چون ما تبریز بودیم نزدیکمون دریا و نبود، خیلی دوست داشتم تو جزیره زندگی کنم و اینا. ما استان هرمزگان رو انتخاب کردیم به هوایی که خواهیم رفت اونجا و مثلا کیش، قشم یا مثلا هرمز یا جزایر دیگری که مسکونی هستن. در جزیره باشید. آره دوست داشتم تو جزیره زندگی کنم. رفتیم که اونجا دیدیم نه اونجوری ما فکر کردیم نیست. اصلا رفتن به جزایر خودش پروسه‌ای داره و خودش آزمون داره و چون یه سری امکانات مادی داشت و اینها. حتی مثلا جزیره ابوموسی به خاطر اون منطقه استراتژیک بودنش اصلا به قول معروف ما رو راه نمیدادن. اکثرا اون مدیر کلایی که از کار برکنار شده بودن اونا مثلا میرفتن، همش زیر 10 نفر هم دانش آموز داشت ابوموسی. ولی خب بالاخره ما دیدیم که نمیتونیم بریم، افتاد و تازه من اونجا که رسیده بودم
احساس کردم که یه سری مشکلاتی بوده من تا به این چیز اصلا فکر نکرده بودم. اینکه قرار من اینجا تنهایی زندگی کنم، اینکه قرار اینجا اصلا هیچ امکاناتی ندارم، خود باید اجاره کنم، من اصلا آنچنان پولی نداشتم، تازه درسم تمام شده بودم، چجوری باید زندگی کنم. به اون آقایی که تو اداره کل آموزش پرورش استان هرمزگان بود بهش گفتم آقا من یه جایی بنداز که من زیاد مشکل خوابگاه و غذایی نداشته باشم. ایشون هم فهمودن من یه جایی رو برات سراغ دارم که هیچ گونه مشکلات نداری. البته بنده خدا دروغ نمیگفت، راست میگفت، ولی الان میگم که چی شد که اون ولی رو گفتم. و گفت که من شما رو نوشتم منطقه بشارگرد که اتفاقا دیشب من تو اخبار شنیدم که قرار توده باران بیاد، چون این فرد نیم ساعت در روز تقریبا بارندگی میشد، یه حالت خاصی داشت منطقه بشارگرد که جغرافیامون همه خوندیم به دقیق قلبی هستیم. مثلا شما میدونم یکی از دانش آموزای خوب و موفق ما بودید. در جز رشته کوههای بشارگرد در استان هرمزگان اون سمت مینا ما 100 کیلومتر تقریبا از بندرعباس تا مینا فاصله بود. از مینا تا بشارگرد بود 170 کیلومتر راه بود که 70-80 کیلومترش مسیر خوب بود، 70-80 کیلومتر بقیه‌اش مسیر بسیار سخت صعب العبور که هر ماشینی حرکت نمی‌کرد و شاید مثلا روزی 2-3 تا ماشین اون موقع خیلی وقت نرفتم ولی خیلی دوست دارم برم. من اول روزی که رفتم بشارگرد، شما تصور کنید شخصی دانشگاه شهید بهشتی شمالی ترین نقطه تهران درس مونده باشه، بعد بیودی آخرین دور افتاده ترین جای ایران که یکی از محروم ترین متاسفانه نقاط ایران بود، ولی واقعا انسان‌های دوست داشتنی داشت. یعنی معلم استغفرالله حکم خدا رو داشت براش، اونقدر احترام می‌ذاشتن. شاید از این پزشک متخصص چیزی ما احترام بیشتر، اونقدر معلم رو دوست داشتن.